تاجیک از تبور آفتاب، نور پیوندیم و از اهل کتاب، زند و پوزند و اوستا داشتیم، در جهان ما تخم دانش کاشتیم. ای فروغ صبح دانایی درود، جوش زن ای زنده دل ای زنده رود. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. من با درو و رومیسا خواننده صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 58 ناحیه فردوسی می باشم. من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینه ادبیات بچگانه شرکت می ورزم. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از روح دانش بی نیاز. مردمانی بیخرن اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سر اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. افسانه های خواندگیت را نام برکن. افسانه خلق تاجیک: گنجشکک گپنодаро، بузаки جنگلапо، بلبلک سرگشته، روباه و پلنگ. بلبل سرگشته خوانده؟ بله. باش. کنی نقل کن. یک بلبلکی بود، وی سرگشته بود. روزی وی یک مادری وی را با پدرش از هم جدا می شوند و یک مادری نو پیدا می کند به مانند مایندر، و مایندری وی نمی خواهد که وی در همین جهان زندگی کند و او را انگشتش را می برد. بعد در همان لحظه بلبل به شعر می برآورد و می گوید: من بلبلی سرگشته در کوه‌های و در پشته، پدرم مرا خورده، مایندر مرا کشته. جان خواهری دلسوزم، جیورک و گلدوزم، چیده استخوانم را، مغز تن و جانم را. همین خیلی میگوید و وی با همین شعر خود هر سال همین شعر خود را دوام میداد و میخواند. و این از همه وقتی که بلبل سرگشته را انگشتش را میبرد، مایندرش انگشتش را میبرد، بعد خواهرش رفته استخوانهای و یا در یک چی مانده در درخت بید آویزان میکند. از عبدالسلام دهاتی چی خوانده؟ ای بلبلکانی باغی دانش، بالتا آرتیقوف چی خوانده؟ دندانی طلا. بابا حاجی چی خوانده؟ از بابا حاجی 6 تا اوکاچه دارم. ممکن است گویم شعر؟ باز 6 تا اوکاچه دارم، از این سبب پرکارم، دهم به آنها یاری، کنی وقتی سرخوری. با لختکی سروی ناز، میدوزم کرته ساز، به جمشید و به دلشاد به کارها یاری رسانم. 6 تا اوکاچه دارم، از این سبب پرکارم، دهم به آنها یاری، کنی وقتی سرخوری. از جوره هاشم چی خوانده؟ از جوره هاشم یک جمعی دو. بوری بگفت یک به دو، چند از جمعی من و تو. دو فکر کرد و گفت 7، بیچاره یک از هوش رفت. بعد یک بگفته که با یک جمعی دو می شود 3. از صدرالدین عینی. مکتب کهنه و تصیب اوسیبیان باز شعرها را از بر شعر کردن. غلبه ستاره حکایه کی است؟ گلچهره محمدیه. روز ستاره با همراه بابای و دادرکش می رفتند و در باغ نشسته چیز می کاریدند. یک شیشه به چشم ستاره افتاد. شد. برای چه من غلبه نام گرفت؟ همیشه غلبه ستاره نام گرفت. برای آنکه ستاره غلبه میکند. با چه غلبه میکند؟ یعنی نسبت چی غلبه میکند؟ نسبتی که وی در نقش بازی میکند. در آب از کجا میآید؟ امیجان شکویی رو خوانده ها؟ بله. کنی همون یک لحظه که در همون نزدیک وی نوشتگی بود کانالی آب. در کجا؟ چی نوشته شده بود در هم لوحه؟ آب بازی کردن من است. بعد چی شد؟ بعد چی کار کردن بچه ها؟ بعد بچه ها گرفته آن را من است را بالای پوشاندن. اسد و سمند گرفته آن را بالای پوشاندند و بعد آدمان باشد در آنجا آب بازی کردند. یعنی چی شد بعد در اونجا بعد بالای وی کردن؟ حادثه روی داد که یک دخترک افتاد در آب.
یکی از قهرمان‌های دیگری هست. برهانی بیهی، حسنی هنگامه، توکل خوجا. توکل خوجا. وقتی کلان میشوم وقتی کلان میشوم به عسکری میروم، میپوشم بر سری خود من کلاهی خوش نبود، محکم تسمه میبندم این خیل میمانم قدم، یک و دو عسکری تپت تیار، کی من یک و دوی و سه و چهار عسکری تپت تیار، کی من کلان میشوم کی عسکری از کی میروم. هستین؟ گویند مرا چو زاد مادر، پیستم به دهان گرفتن آموخت، شبها بری گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. از کی هست این شعر؟ ایرج میرزا. از کمال خوجندی غزل خونید. گفتم ملکی یا بشری، گفت که هر دو کانی نمکی یا شکری، گفت که هر دو گفتم به لطافت گلی ای سروی قبا پوش یا نیشکری یا گوهری، گفت که هر دو. آفرین، تشکر. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا، گویم از زیر دری سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. وطن نوروز مرمت. گویم بزمی گل در چمنی نوروز است، دفری گل فکنی نوروز است، تا به گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است، نام نوروز و نسب نوروز است، اسم هر بخت طلب نوروز است، تا به گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. کشتی نشستگانم حافظ شیرازی. دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، در داکی روزی پنهان خواهد که شد آشکارا، کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، 10 روزه مهر گردون افسانه است و افزون، لیکن به جای یارا فرصت شما رو یارا، ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروه با دشمنان مدارا، هنگامی تنگ دستی در عشق کوش و مستی، قمقمیا و هستی قارون کند گدا را، خوبان پارسگویی بخشندگان عمرند، صاحب ده بشارت رندان پارسا را، حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن مسعور دار ما را. یک شعری وطن دوستانه گوید. خب میرسین میرشکر. وطن از دلها می برارد غم، وطن آدم را می کند آدم، بالو پری کس وطن می باشد، بختاوری کس وطن می باشد، تو بختی یاری ای نسل آزاد، تو وطن داری زیبا و آباد، بگرفته از او تو را در آغوش، اما نکن تو هرگز فراموش، فرزندی جان باش بر وطنی خویش، هم پاسبان باش بر وطنی خویش. من شریف زاده سکینه، خواننده صنف 4 وی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشم. این چنین اشتراکچی آزمون جمهوری وی فروغ صبح دانایی کتاب است.
از نمینت کودکان و نورسان اشتراک کرده ایستادم. من زیاده از 205 شعر، 80 لطیفه، 85 50 تیزگویک و 50 ضرب مثل از بر نمودم که میخواهم شعر دوست داشته خود که در باره تاجیکستانی عزیزم می باشد به شما قرائت نمایم. زمین داری زمان داری تو امروز، جهانی در جهان داری تو امروز، سرودی تو به کنج دل نهان نیست، چو پروازی عقابان بی نشان نیست. در این ایام ملک نازنینم تو را در صبح خورشیدی ببینم، در این روزی تو من آینده یابم، شبم هم پا و هم روحت شتابم. چو مادر تو بزرگ و پای دوری که اول دوری و آخر نداری. لکوپک میدونی؟ بله. گو. بود نبود یک دخترکی بود. بعد او یک مادر و یک پدر داشت. نامی مادرش پک و نامی پدرش لک بود. بعد دخترک خواستگار آمد. پدر خواستگار را به دخترش دادنی شد. دخترش خواستگار را قبول کرد ولی مادرش گفت که در کوزه‌چه رفته آب بیارد. بعد دخترک در کوزه‌چه آب در کوزه را گرفته رفت. در آن جویا که آب ایستاده به خودش فکر کرد من با همین خواستگار ازدواج کنم. خیلی مثال خانواده‌ام را دوست دارم. بچه هایم کلام می شوند. من آنها را کار فرمایم و بگویم که رفته انمی خیل کوزه را گرفته آب بیار. بعد او ناگاه کوزه را بگیرد و به نزد آب برود ولی کوزه ولی خودش در درون آب غلطد و مرد. پس من چی کار میکنم؟ من چی میگویم؟ به پدر و مادرم چی جواب میدهم؟ به خواستگاران چی جواب میدهم؟ بعد همین خیلی فکر میکند و گریه میکند. بعد لک و پک میگویند دخترم اون کجا شده باشد؟ الکی 3 ساعت گذشت. بعد پک میگوید لک جانی پک تو رفته بین که دخترم اون کجا شده است؟ حاضر من میروم. بعد لک میرود. دخترش رو میبیند که گریه کرده ایستاده است. بعد میگوید برای چی تو گریه کرده ایستاده ای؟ آخر پدر جان مبادا من با آن انهمون خواستگار ازدواج کنم. آنها مرا به خانه اشان برند. من با آنها خانواده شوم و زندگی آن رو پیش برم. مبادا کودک کنم. کودکم کلانک شود و او را کار فرمایم. بگویم که رفته در همین کوزه آب بیار. بعد او رفته در کوزه آب بیارد و نخواست در همون جویچه بیافتد. بعد او میمورد من چی کار میکنم؟ بعد شما چی جواب میدهم؟ بعد لگ این رو میفهمد و غمگین میشود و با همراه دخترش گریه میکند. بود نبود خاله سرکاری بود. او همیشه سرکار بود. روزی از روزها در دیگش روغن گذاشت و تا گفت تو روغنم جوشد رفته به گاو آب دهم، رفته گاو را علف دهم. بعد اون می رود. روغن همون خیل می ایستد. با گاوش علف می خورد و علف می خورد ولی از علف خوری دیر می گذارد. بعد می گوید که خر این گاو علفش را خوردن گیرد. من رفته یک مربای با لذت پزم. بعد اون می رود. مربا می پزد. می گوید تو این مربا می پزد که جانی من در صبر میموند. من رفته خیر من میروم بازار رو بینم. در بازار چیزهای ارزان میفروشم. میگویند کنی رفته بینم.
بعد بازار می رود، می بیند که بازار خیلی و خیلی چیزهای ارزان قیمت فروخته ایستاده است. بعد میگوید این بازار دیروز کو همسایه‌ام گفته بود که بازار قیمت ارزان شده است، ولی بازار قیمت شده است، من چی کار کنم؟ خیر رفته به نزد همان همسایه می روند. بعد رفته به نزد همون همسایه می رود. بعد آنها چند روز با هم چق میکنند. بعد خاله سرکار با خاله بیکار میشینند. آن هم همان زن همسایه آنها بود و نامش خاله بیکار بود. خاله بیکار و خاله سرکار چند روز با هم دیگر مصلحت میکنند و لیکن خدا میداند که روغن چیز شد، مربا رو کی پخت و گاو کجا رفت و بازار نرخش ارزان شد یا نه. اما که میرسیم یک حکایه معمول است. قهرمانش کی بود؟ قهرمانش انور. برای چی این حکایه اما که میلیسا نام گرفت؟ برای آنکه انور گم می شود و اماکی میلیسا او را نجات داده به خونهش میبرد. انور آرزو کرد که به خواهرش یک تای دیگر پفک خرند. اماکی میلیسا به او یک پفک خرید و انور فکر کرد بعد گفت اماکی میلیسا شما به خواهرم هم یک پفک دیگر میخرید؟ بعد اماکی میلیسا خواهش او را قبول کرد. مرچایک خوندی همین حکایه را؟ بله. چی نام داشتن مرچایکان؟ یکش کلونک و یکش میدهک. میدهک چی کار میکرد؟ میدهک خیلی و خیلی کنجکاوک بود و خیلی زیرک بود. من زیاده از 205 شعر ازیاد کردم. 205 شعر ازیاد کردم. کدام شاعرایی را میدونید که برای بچه ها شعر میگویند؟ آزاد امینزاده، میرسعید میرشکر، گلچهره سلیمان و محبوبه نعمتزاده، موجوده حکیم و عبید رجب، جوره هاشمی، جوره خان لاهوتی، میرشکر. بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، بزور می آید. بیبیم آید ما خورسند، کیسه هایش پوری قند، مویز و مغز می آورد، چیزهای نغز می آورد. در وصف مکتب یک شعر. ای مانده قدم بر راه مکتب، اولیست مقام و جوی مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو سعد و نوش بخشد. برخیز گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، سی است تو را اگر به مکتب. سی ای بینواز علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. درباره تاجیکستان شعر از عبدالسلام دیهاتی خوانید؟ عجب بوی از تو زیبا و کوه سارت، پر از دور کوه ساری آب شورت. طبیعت هر چه خواهی تحفه کرده است، به هر یک گنج کونم تاجیکستان. شوی سرسبز و خرم در بهاران، مثال باغ و بستان بعد باران. به تابستان چه شیرین میوه هاید، که جان لذت کند از لذت آن. علف گزنده از بولتا ارتقاف ها؟ بله. خب قهرمان های همین حکایه کی؟ حسن حسین، یعنی آنها به جنگل می روند، در آنجا گیاهی گزنده را می بینند. آنها نمی دانستند که این گیاهی گزنده نام دارد و به آن دست می رسونند و دست آنها خون می شود و
ناگاه یک حسین به درونی گزنه می‌غلطد و تنهایش پر از سرخ می شود. او میگوید وای وای تنه من پر از سرخ شد، من دیگر چی کار کنم؟ بعد حسین میگوید این گیاه نامش چی باشد؟ بعد آنها به دکتر می روند. دکتر به آنها میگوید که حسن حسین میگویند که ما را انا همین خیلی گیاه گزیده است، ولی نامش را نمیگویند. بعد دکتر میگوید نامی این گیاه گزنه است، این گیاه به شما خیلی و خیلی ضرر دارد. اگر آن را دست رسانید خیلی و خیلی دستتان زخم می شود. و به حسین دارو میمالد و میگوید که دیگر در کوه ها گزنه دیدی، از آنها بگریز و نگذار که آنها تو رو زخمی کنند. یوان لطفه میدونه؟ بله. گوی کنه؟ افندی با یک مغازه می رود و در آنجا کامیرا می بیند و در را به پدر زنگ می زند. پدر جان، شبکه بهوریستان رو ببینید، ما رو در آنجا می بینید. معلمه از طلبگانش می پرسد کی می داند که زمین چرکنجه است یا کره شکل؟ هیچ کس به سوال معلمه جواب نمی دهد. یک طالبه دست می بردارد و می گوید معلمه جان، من سوال این جواب رو میدونم. زمین چرکنجه است. بعد معلمه میگوید مگر کره شکل نیست؟ نه معلمه جان، زمین چرکنجه است. مادر به مغازه میرود و میگوید من باید کمی آلو خرم پسرم. ما فروشنده به نزد همون فروشنده میرویم و از او آلو میخریم. بعد به نزد فروشنده میروند. پسر هم از پشت مادرش میرود و فروشنده به آنها میگوید سلام میگوید انمو مادری انمو پسرک. مادر نامش بنفشه بود و پسر باشد مراد نام داشت. بعد انمون مادری مراد به فروشنده میگوید شما میدونید که یک کیلوی آلو چند سوم است؟ البته میگوید